یک سوالی که برای من برای دیگر شنونده و معما است خود همین لحظه های گوارو و چی شد که یک بار شما از هم جدا شدین؟ نصرالدین گلبی اونجا جمشید اینجا من اینجا وای کی من خودش آمد میاد یا بسه خونی خودت یا فولبی بگو چوه خورت سخت آخی خیره بکن در کنج دلم در کنج دلم در کنج دلم عشق کسی خانه نداره دلو دفتر شدگی علاقه ده سوکتو درده امروز که فریب کرد چخل کرد چخل شد همین خود سوکتو کرد همین شدگی که یکی بیردید یا دکتر یا بچه‌ها تک درخت داده گفته شخصیتش تو جانی من میکنه ابو چه میکنه با اینا که تو قندی من با اینا شکلات من تو ابری من تو ماهی من و شیطانی خیلی میگم اوه ببین اجرا هم که جور خوبی هم فالو کرد میکنم برو سری من بکنم شیطان میگریزم میره این همین نگاه پیش میره قفو میره پیش میره قفو میره بو مرید نگاه میکنه من حالا ایستادم با هم درو کی که درون هم تلفن داره همون درون تلفن ببین ما در همونجا شیشتگی میام راستای ایستادگی اشکار میبینن و اصلا میخورم میدوام هوای نخو میکنن همین دخترها بسیار وقت منم با شروع پول داره ببینن یا که من پول ببینن یا که با شروع خوشرو ببینن همون طرف مایل میکنن بیچاره کم بغل بود اول دوستت میدارن دوستت میدارن میبینن بعد از میگه که دوستت نمیدارم چون پلات کمتر با همین خاطر در حالی که شما هم تأسیس همین گروه لحظه های گورو رو از صفر سر کردین و یک بار مثلا پریشان شدن برای شما چگونه بود قبول کردن همین جدایی از دوستان و از همکاران؟ برادرانی که ریزش موی دارن یعنی که ریش رحمت برادرای عزیز هم افزایش یافتند فایده خوب داره تیز افزایش میتیه و همچنین یاردم میکنه که معن شو ریختن بگیم که در وقت هم خوب شدن تیز خود را از دست میدین یا اینکه مردونه گشتلا میشه این برای همین خیلی شخصا هست با خواندن آیات های قرآن کریم تیار شدگی یعنی که دعا خواندگی هستن این گیاه شخصایی که فرزنددار نمیشوند این گیاه رو به همون خیلی شخصا توصیه میتیم لیوخ یعنی که برانخیت شخصایی که بلغم دارن بگیم که شیشاشون مای بستن سلفا میکنن این برای همون خیلی شخصا توصیه داده میشه شخصایی که فراموش خاطرن یعنی که تست فراموش میکنن با شما پمید رو توصیه میتیم برای شخصایی که عصباشون خوردن این کاملا طبیعی را در آب آمیخته کردن می نوشید چون که جادو شدن یا اینکه جادو خروندگی شونن انتیسیر برای همین خیلی شخصا این لحظه در نزد من یک نفر است که من بگم شاید برابر گرفتن این نامش در لبهای شما تبسم هویدا می شود راهبری تئاتر استودیوی لحظه های گوارو خالمرودی صدیق بسیار خوش آمدین. رحمت یک قرصکی توجیکانه سلامت باشید. من اول شما رو خوش آمدید میگم رحمت استم با برنامه شما امروز. من میدونم که چند سال قبلتر شما مهمان ما بودین صحبت کردیم و تقریبا از تو این مدت یک دو سال سپری شد اگر خطا نکنم بید ما طول یک سال نبود طول 2 سالی که شما مثلا هم صحبت نشدیم یا که مثلا نه اومدین مهمونی ما نبودین چی نویگری بود در فعالیت شما؟ نویگری کمتر دوستم بسیار کم به نظر میرسد چون که دیگه کارا بودن بعد همین کسلی که اومد کو بله کووید 19 بسیار خلل رساند در اجرایات ما بله این لحاظ دیگه اجرایات هم سوس شد نمیشه شما بسیار هستن صحنه‌های بسیار خوب بودن اینو بعد ما بنوار میگرفتیم پیشکش تماشابین میکردیم همین بسیار ما رو پیش راه خیلی گرفت فعالیتی که شما دویم با اون مشغول هستید و درآمدتون از همون حساب است ولی کجا است حاضر ما هم چند سال تا 45 سال خدمت کردگی انا حاضر فقط وقتی شهرنامه یعنی هر نفر که شما رو دعوت میکنه طریق شهرنامه شما میتونید بله در اشتراک میکنید بله هنرنمایی بله بهترین سلامت باشین. یک سوالی که برای من برای دیگر شنونده و معما است خود همین لحظه های گوارو و چی شد که یک بار شما از هم جدا شدین؟ سلام بانوانی عزیز و گلدختران تاجیک بار دیگر شما رو به کار در شرکت فابلیک دعوت میکنم. امروز تمام سایت های اینترنتی از خبرهای فابلیک پر شده است و شاید شما هم معلومات دارید.
ва сабабаш ин аст ки аз миёни занҳои тоҷик ситораҳои дурахшоне пайдо шудаанд ки дар ин кор муваффақ гаштаанд ва натиҷаҳои хеле хубро ҳам нишон додаанд. агар онҳо тавонанд пас чаро шумо наметавонед? бовар кунед занони муҳтарам, ин беҳтарин ва осонтарин роҳи бизнес барои занони хонадор аст, чунки маълумоти олӣ надоранд, забонҳои хориҷиро намедонанд ва иҷозати аз хона баромадан надоранд. аммо дар шароити хона дар баробари коробори хонадорию фарзанддорӣ метавонанд бизнесро пеш баранд ва маблағҳои калонро ба даст биёранд. ба рақамҳои дар зери экран омада нависед, корро ба шумо ройгон мефаҳмонем. шуморо дар ин кор интизорем. анаки сабабаш бисёр сабабаш асан дар онаш мерояд ки пеш дастгирӣ бисёр буд. ин аз байн рафт. баъд як се чор та намоиш кардем дар телевизиони якум шабакаи аввал ба ана як се намоишро дигар эфир надодан. эфир надодан ба хотире ки сум шуда доданд. ана баъд ҳамин нашуда намоиши мо бесум намешуд охи. барои ки аҷо ки рафтед бензин дар кор, унҷо да бисёр таҳшил каранда кор, вай ба сарф каранда кор. дастгирӣ суст шуд. вақти дастгирӣ шуд дар ҳамин натиҷаи дастгирӣ шудан баъди ин бои касал ки омад, ин касал болои омад даствая рӯпӯш кард. рӯпӯш кард ҳамин хел кади баъд دیگه برآمده سوس شدن بعد زندگی طرف با هر یک زندگی علایقه خودش دارد برای زندگی علایقه خودش بدونن باید یک کار کند که بعد من یک قسمی ما با شبکه‌های خصوصی شدن در اینترنت من خیلی فعالیت کردم استادم بله اگه با بعضی کارا بود و با بعضی سناریوی خودم کی بود حالا من خاموش من نصیب شد من سال آینده ان شاء الله باز ما روی صحنه میبریم باز فیلمنامه‌های من سرودای من با صحنه‌های نو برای تماشاچی پیشکش کردیم. بهترین با خود شما مثلا که هم شاهدی سراندگی رو چشیدین و هم حجم نگاری رو کدامی از این برای شما خوبتر است بهتر است؟ قریب که هر چیز خیلی که حجم نگاری برای من نزدیکتر است که من باید از حیاتی مردم خودم میگیرم با پیشکششون میکنم. بله. طرفی سرودن سرودها باشد من استاد احمد ظاهر از همین باوردی که این سالای قریب 70 الان من میشناختم یعنی که در مسکو خواننده یک برادر افغان اونجا بود همین ویش می آورد سروداش داده به طرز کاستا گوش میکردیم بعد همین ما داده شدیم وقتی گوش میکردیم در واقع یک آوازخوانی که هم آواز هم انتخاب شعرها هم طرز سرودن همین خوش آمد این رو برای خود ما وای کردیم چی میگن یک پریکار پری سرودها بله انا بعد جور گفت از اینجوری استاد برای خودم برای دوستای خودم یک محفلای میده میشه ببینید که اگه خون یک تا بیرون از حج با کمتر جدی میشیم سلام ما یک صحنه شما رو تماشا کردیم واسه که من به حد مخلصی صحنه شما هستم یک صحنه تون تماشا کردیم شما یک دوتار در دستتون است خودتون سرود میخونین همسرتون کار میکنن خیشت ها رو همین بسیار خوب میشد که واقعا هم اگر پیشنهاد میکردین هم سروده باید سرود سیما باشه اکنی چکل هوای تولید شد هم صحنه را ما پیش گرفته که بسیار از زندگی گیره بسیار بر زنها کار میکنن مردم پای بالای پای بخصوص یا کسل میگیرن یا دم درد یا گوش درد یا چیزی بهونه میکنن همین صحنه رفته ایستاس میگفت همین چکل انا که برای که بسیار همین با پرتر که با هم زن تعریف کرده ایستاده هم کار کند و هم با هم پای بالای پای ماند خلاصه همین یک برای این شعر در کار شد متن شعری بله بعد ما یک دوست داریم انا استاد نبی جان از هیستوری شادمان بعد همون گفتیم که من کس کم طبیعی شاعری دارم و ما گفتیم که خیلی میشه دستم همین همین صحنه همین شما یک متن بعد یک نیم ساعت ما همین باید بنوار گیریم بله شما بارید ما رفتیم در همون جای بنوارگیری رسیدیم که تلفن کردن که اکا شعر تیار بعد خیلی چیزی که ببینید تو استای خیشتی سری دیوار نشستی یاری من کید من بد است کید من بد است کاوگیم است سلام باشین احمد زورش میگه همه خیلی مهنت کنی آینده تو دبیشتی با خیشته سلام باشین بهترین این سحنه قریب همه دا باخود شد ببینید که این دوام داره سحنه
یک قشلاق همین صحنه چنان از میبینه در همه قشلاقشون با یک دوتار میساختگی آدم بوده بله تمام قشلاق یک تگه دوتارچه خودشون زکاز میکنن بله همین زناشون یه گفت که گفت تا بگیرن دوتار. اشتهار سرود از زمزمه زمزمه میکنن سلامت باشید برای کیفیت خودشون بهترین است خب وقتی که شما سرود میخونین چی سبب میشه مثلا ما میدونیم چند سروده که شما سرایدید این یک البته یک حالت دارد یک به قول یک چی بگم یک منطق دارد خب برای مثال سرود یاسمانه که شما سرایدین چند سال سومان چند سال پیش این واقعش یک بار برای من نقل کرده بود این روز که من فراموش کردم و بیا در مورد سروداتون برای ما معلومات بدهین که چی سبب می شود که شما بعد یک متن با آهنگ می‌دارین که مثلا بس خب آهنگ سازی میکنید اگر همین تاریخی شعری بگیریم اگر سومان بله اینا یک رفیق ما در حقیقت حادثه شدگی لیکن وای در گهواره مردگی دخترچش اینا ما گفتیم که اگر دختر کلانتر کردن کن برای از بالای درخت میغلطه همین حادثه روی میتیاد بعد همین شعر خودش مینویسه وقتی واخورد و گفت که به همین شما کم از اجرات استاد احمدزاده میخورید آواز رو بعد معقول میشد که همین شعر من در همین آهنگ بسته برای من پیشنهاد کرد من گفتم گپ نیست دوستم خیلی میبینیم بعد اینا خیلی گفتم که همین آهنگ به میون اومد انا بعد هر گفتم کلیپ کردیم و دستگیری کردن بله اینا با اومد یک عجایب یک همه قریبی که معقول شد همین نکه غمانگیز بسیار دلخراش بله از ازبکستان با ما در تماس هستند اینا ببینید سلام علیکم السلام علیکم علیکم سلام نوروز جان اکی خولمراد شما چی وادار کرد که هم در جای سرودخوانی و در حج نگاری نویل شدید بعدا بود سوال دیگر هم در آن است که خودی همین حج و شما چی میبخشد؟ انا جواب سوالای شما حج چی میبخشد و من خودم رو چه حس میکنم بله با واسه حج ما بسیار نقصانای زندگی را پیش کش میکنیم لیکن ملایم کرده وقتی که همین آدم بیند و تماشا کنه خندد تا آخر خندید لیکن بعدی خندیدن با فکر که در همین خطاگی رفته انا به همین خاطر من حاضر شما یک چی نقل میکنم یک از پیش از اینجا اومدن یک زنک من گفت که اگه خودمراد کجا رفتید من گفتم من پیش نوروز انا بعد گفت من یک دیده یک حادثه شده در آیند بعد همین بدنگار گیرید من گفتم چی گفت که من اتوبوس با دو دستم دو سکه پوری بار همین در اومدم همه جوانان شیشتگی همین برای دیدن همش روش یک دختراش طرفی بیرون کرد بچه‌کش یک تلفنش در دستش هم تلفنی که نشون نمیتین من هک کوی چه داره کنه هم با دورش نگاه میکنه با ایش میره گوکی در دور فوتبال رفتی شده باشه این همین نگاه پیش میره قفو میره با من نگاه میکنه من حالا ایستو دیگم با هم دورش کیف که درون هم تلفن داره بعد همین یک 5 دقیقه بوری ایستادم که من گفتم ای بچه کی برای نگاه کنم همون دورین تلفن بین ما در همونجا شیشتگی میام راستای سادگی خیلی نمیده چخلا خیلی بهترین است ولی لیکن نمیده بعد از همین همون جوانا همون دخترا باید شرم کنن که چخلا در همین سنی سال همین پای بقوا دارن و یا شیشتگی و این کمپیرهای میسوید راست ایستادگی این آیا از روی ادب است اگر اینا حقارت کردید ممکن تاثیر نکنه من ببین اگر که همین حج کردی فهمونید شاید که فهمانده در آیند ما دوری که ما استودیو بودیم دوستان نوروز جان ما اومد نوشتیم در همین اتوبوس الکی ما میگیم جوی ما نیست اینجا جوی الکی فرانسالا از ما کلاتر آدم هستن کو اینا باید جوانو باید اعتبار بتیار شرط است که هر یک چیز مایده رنگ بوده که توس که میتونی هر چه گفته است یعنی و جوان باید آخر در نیستو خونده است در مکتب خونده است باید خودشون فهمن بله سلامت باشین از جهتی حج سوال شما دا دیون بهترین مسئله سرودو گفتید سرودو اگر شما در زندگی اهمیت داده باشید دوستم حتی گنگ سرود میخونه این سرود یک چیزی هست که آدم وقتی که بسیار زیغ بشد و کسی به چیزی گفته نمیتونه با واسطه سرود برای اگر خودش گویا غمی درونی خودش میبرونه غم دل بیرون میکنه هر کس گفته نمیتونه برای همین گنگ نباشه چی بگوید اگر دیدی باشید باید با شیشه کو گنگو هست گنگو میبینه همین با اشاره و با هم بریم یک روز میگه با دستتیل در دستش با همین کسی من گوش کردم چی ببینی وای الکی من سرود خواست
یعنی غمی خودشا در همون بیرون میکنه. انا به همین خاطر دوست از من در همین جدر که شما گفتید یکیش برای کامیدوی زندگی مولن کار فهموندن دیمش برای غمایی که گفته نمیشد برآوردن و شنونده اگر مخصوص شد گوش میکرد نباشد گوش شیوای گوش نکرد. بله بله سلام باشین. برای چی این سرود رو شما بازخوانی کردین؟ بله این سرود اصلا از اجازه استاد گفتم که استاد احمد ظاهر. بله ما همین خواستیم که با امروزه یعنی که با شکلی نو با چیز میگن ارانجروفکا یعنی که با پیشنهادی نو هم جهت موسیقی هم جهت خواندن پیشکش تماشاچی رو کنیم پیشکش خودم کنیم پیشکش شخصا خودم کنم که من اودی هم کار میبرم یا نه لیکن ان شاء الله ما خوش برو بودیم لیکن ما میخواستیم یک کلیپ کنیم و در همین با کلیپش نشاتیم که حاضر دو نمود بشود یعنی که گفتیم که همین دخترها بسیار وقت برام با شروع پول داره ببینن یا که من پول ببینن یا که با شروع خوش رو ببینن همون طرف مایل میکنن بیچاره کم بغل بود اول دوستت میدارن میگن بعد از اینکه که دوستت نمیدارم چون پلات کمتر با همین خاطر در حالی که شما هم تأسیس همین گروه لحظه های گورو رو از صفر سر کردین و یک بار مثلا پریشان شدن برای شما چگونه بود قبول کردن همین جدایی از دوستان و از همکاران؟ شاید یکی از همکارانتان یا خود شما یا گلبیبی یا نصرالدین یا جمشید کدام از اینا شاید عیب داشتن؟ نه اکو در اینجا عیب نیست. اینجا گفت در سری که بسیار کس وقتی پرنده گفتید که از تفلی در تفلی به پرنده باشد پرید نمیتوند کو. بله بله. یا سه چهار با هم دان کندگی با نگاه میکرد که پدر مادر چی میبرن. بله. او بعدی که دید که الان که خودش خورده میتونه دو خلاص کوش میبرد و میپرد بعد چیکار میکنه؟ میپرد. بعد پرواز رحمت. انا كنت اجراتي همین لحظه گورم قریب که همین خیلی شد. همین خیلی نه؟ اگه ما در چهل میگم یک در اون چیزی سند یا چیزی است که اگر یک موافقت پیدا شد من مثلا شما شاگردی منه بله یکی شما تماشا کردن و گفتن این نیکی هم جز زور بازی کردی ای او دت زور بازی کردی انا همجا خودم یافتگیم بله خودم یافتم فهمیدی اگر بگی این همجا قصاد بازی نکردی اینم استاد گفتم نه شما دیگه خیلی بازی میکردم بله با معنی که این خیلی میشود که آدم وقتی که علاقه میدارد پرواز کنه میتونه دوم میخواد که خودش نشان بده علایدگی بله همین حالت به من اومد که گفتیم جوری کنید روز وقتی اونا پاندمی یعنی کسلی اینجا کس وقت نداره یک کس کسلی داره یک کس بیماری داره شخصا من جمشید مادرش بسیار وضعیتی بیزی بود خدا رحمت کنه گذاشتن انا باید دو اساس همین گفتی توبتی در حدود رفت اومد بعد خیلی بسیار مورد همین خیلی میشد یا که من گلبی قطعی دسترسی در تئاتر کار میکردم و بسیار وقت خالیگی شون بود کدام روز با مثلا که من اگر که میشد و دست اسپکتاکل بند اگر که با و آزاد هستن با کار دارم خلاص این چیزا بعد من اومد که هر کس بعد با گفتم تو کو با که دستگیری که نشد بعد بچه‌ها اونجا دستگیری گلبی اونجا شما اینجا جمشید اینجا من اینجا سلام باشه. شما با کی خودتون تنها هستین؟ با کی هستین شما؟ نه با همیشه همکاری دارم و میگم که بعض در وقتای من صحنه‌ها یافتم میمونم یا مودگی چند بله بعضی از سرانده هستن که مثلا صداشون مانند میکنن اما صدای شما من فکر میکنم که خب طبیعتاً مانند است با خوب شده اون احمد ظهیر و در مورد این خودتون چی گفتنی هستین؟ شاید حالت میشود که میخواین مانند کنین نه برای خودی استاد احمد ظهیر گفته که همین باید سرود از خنجری هم خودی هم انسان بروه کدو وقت از خنجره یعنی که از گلوی هم میبروه وقتی خودش میره خودش در درون احساس میکنه وقتی سرود میخونید یک کیفیت میبخشد علی وقتی شما تقلید میکنید شما در فکری تقلید اینجا سخن همش خالی میپره پریشان میشود یعنی خالی میپره تاثیرش کم میشه اون تاثیر نداره بله شیرینیش گم میکنه بهترین بیاد ما اکنون سرود با طرز فنگرام شنیدیم این لحظه امکان است که چور مثلا یگون از یگون سرودتون با اوز زنده زمزمه کنید
در کنج دلم در کنج دلم در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد کس را در این کلبه ویران ندارد در کنج دلم در کنج دلم در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد کس را در این کلبه ویران ندارد. ای سلامت باشید بهترین سلامت باشید آوشا گیریم و دیگه دوزده ماشیونه سلامت باشید. خب بیدین لحظه یک لطیفه به شنوندگان بگید شما. یک دختر خبری جوانان گفتن نکو برای روز وقتی که تمام میکرد مکتب اینستیتوت تمام کرد الان که بخواد که خانه‌دار شود قد یک دیتا یا استودنت یا استودنت هر دوشون همین کار کنند بعد دیپلم گرفتگی میخوان که باید بالاتر توی بعد هر شو میره همین بهار که هست تا یک درخت میرن و بعد از همین هم دیگر دوست داشتن تو این مورد الان شیطان بالای درخت دلو دفتر شدگی علاقه ده حساب کتاب داده امروز که فریب کرد چیکار کرد همین خود حساب کتاب کرد همین شدگی که یکی بیردید یا دکتری ابرشون تک درخت داده گفته شخصیتش تو جانی من میکنه ابو چه میکنه با اینا که تو قندی من با اینا شکلاتی من تو ابری من تو ماهی من و شیطانی خیلی میگم اوه بیما اجرا هم که جوان خوبی هم فلوکات میکنم برو سری من بکنم شیطان میگریزم میره سلام بهترین مثل اونه که یک بابای برفی میرود نزدیک کودکو بعد نزدیک کودکو میرود و میگه بچم شما دا چی بیارم من بابای برفی چی بیارم از کو بابا جون من دا یک تا شکلات بیاریم خیلی آفرین نوبتی شما نبیره جون شما دا چی بیارم بابا جون من دا یک تا تلویزیون بیاریم بعد از یک بچه که دیگه میرود میگه بچه جون نبیره بابوش شما دا چی بیارم میگه میگرده همه بابای برفی را یک شپوتی میزنم بابای برفی را یک شپوتی میزنم میگه نبیره بابو بچم چی بزدیو و چی گناه کردم که زدم میگه بابا جان در خاطرتون هست سالی گذشته ولسپید وعده کرده بودیم ولی نه پول دوباره سلام باشید. یک خواهش داریم که هم کم ترک اشکار میبیان و اصلا میخورم میدوان هوای نخل میکنن. سلام باشید. تشکر. السلام علیکم. شکرچه گرسنه اصلا چه خوردگی نیست برای که اگه باید همون چیکار کنه داخل بعد یک خانه درست همین نزدیکی قشلوقای نزدیک کوهی در درآمده با شکم سرگرم در کار کو میبینید که همین مردم برسود این همین خیلی وضعیت کسلی دورانه لیکن هیچ توبه نمیکنه میبینید من هم طبیعی من داخلی من کوه داشتگی طبقی یهو میدونم در پیش کنم ببرن اول میبینه که نون گرم پخته شدن در خانه بعد میگه که این کسلش این اصلا این کسل میدونم این چیکار کنه کاره بعد خاطر چیکار ما آخی طبیعی هم گفته میستن می آخی یک چهار تا نون گرم خب یک تا کاسه اصل یک تا همین چای گرم نیمش سیاه باشد نیمش کبود خب دام کنید چای کلم بده که چای کلم با انا بعد میگم برو نه خونه که با کوی توبت چورم بعد نگم که این هم یک 3-4 دقیقه موندگی بیمارا طرف رفتنش با بعد هم نون گرم در اصل تر کرده اسم میزنه بعد میگم یک با اجنور پیش داره دکو یکی خد میزنه شکم سه میگم که شلو ناز بشه کن همین میرا اکشلون نبرومده که دو سر میشه خاک این همش حیات گفته شده است و باریش با پیشکش شده این حدیث شده دیگه با مورد وقت میگن که همین خیلی حدیث شده بودن سلامت باشین بهترین شما نقش فولبین هم بسیار خوب بازی میکنید ما یک صحنه دیدیم که در سرتون نمیدونم یک کلاه هست و یک شاخچه دیگه در بالایان پیشنهادی کی بودم این ایده که مثلا شما باید کلاه سلامونین و یک شاخچه دیگر همونین ایده خودی هست ایده خودتون باید شاو فکر کنید بگو همین نقش چیکار کردن چلی باز پوش نکن چیکار آواز کتیای کرده کن هیچ وقت آواز که دیگه فولبین شده نمیتونم کو فولبینو باید تجربی کوری و نشون دادن نکن سینی سولی و برای همین آواز کرده وای کی وای خودش آواز میاد کنی حالا که میره سویدی سینی سول چندی سول گرفته بعد یک 15-20 سال تجربه کوری هم دارد و
اینا رو همش پیشکش میگید بعد شما تصور میکنید که نزدی یک نفر رفتن که مثلا نزدی شما یک نفر اومد شما فال بین و اون آخر دیگه فالیونا شما دیده نتونستین چه خیلی با اون میفهمونین که مثلا شما نتونستین فالیو رو ببینین و حیاتش ناروشن است چی گونه میفهمونین با او و خیلی یگان وقتی فال بین در دنیا شما رو همه تو میگم من چی شما نمیفهمم نمیگید وای میکول میواد و اصلا فال بین رو میدید نه من یک تصنع میکنم شما دوباره فال بین رو تماشا نکردید یعنی وای فال بین همه را فال بین من یا برادری هستن کو جوگو من لولی ها میبینم بیلکی همه فال میبینم یه بچه برام میگم تو بیا میشه من یک سیاهی بگذار بالا یک کپر کدی میره همونجا میره وقتی رفته تو یک تا سیاه کفایت تو رفته همین وقتی که عاقل دیم دا گذاشته دیگه هم تپسی سر همه یه هم تکرار زنگی سایه دستی همه چاپ کرد گران کرده گشته است بعد که همسایش میدم میگه من شد کار کسوده همسایه بابا چی میگوی خونی خودت فال بین بگو چوه خورد سوخت آخی خیره وکن نه خود همه را بینی هم خونی خودم نبینی خونی خودت نفهمی سلامت باشین بهترین اگر اکسادم پول باشد کو تبسم میکنم تبسم خودش آمدن میگیرد ولی تشکر برای شما بهترین تشکر برای دعوت ما رو پذیرفتم برای شما سعادتمندی روزگار خواهانم و خدا کند که خاندانتان پر از فراوانی و خوشبختی باشد салом бонувони азиз ва гулдухтарони тоҷик бори дигар шуморо ба кор дар ширкати фабелик даъват мекунам имрӯза тамоми сайтҳои интернетӣ аз хабарҳои фабелик пур шудааст ва шояд шумо ҳам маълумот доред ва сабабаш ин аст ки аз миёни занҳои тоҷик ситораҳои дурахшоне пайдо шуданд ки дар ин кор муваффақ гаштанд ва натиҷаҳои хеле хубро ҳам нишон доданд агар онҳо тавонанд пас чаро шумо наметавонед бовар кунед занони муҳтарам ин беҳтарин ва осонтарин роҳи бизнес барои занони хонадор аст чунки маълумоти олӣ надоранд забонҳои хориҷиро намедонанд ва иҷозати аз хона баромадан надоранд аммо дар шароити хона дар баробари корубори хонадорию фарзанддорӣ метавонанд бизнесро пеш баранд ва маблағҳои калонро ба даст биёранд ба рақамҳои дар зери экран омада нависед корро ба шумо ройгон мефаҳмонем шуморо дар ин кор интизорем